و کسانی که با قرآن بلند شدند بیشمارند و کسانی که با قرآن به زمین خوردن بیشمارند. اونهایی که قدر قرآن را نفهمیدند به زمین خوردند، اونهایی که قرآن و برنامه‌های قرآن را به دیوار زدند و به زمین زدند و اعتنایی نکردند. مگر توهین به قرآن این که قرآن رو بیارید بندازی روی زمین پا بگذاری روش، این توهین به قرآنه؟ توهین به قرآن عمل نکردن به قرآن هست. توهین به قرآن عدم تلاوت و فهم و درک و عمل به قرآن هست. توهین به قرآن اگر کسی قرآن بلده یاد کسی ندهد که مردم قرآن خوان بشوند. اگر تو عالم به قرآن و تلاوت قرآن و فهم قرآن هستید اما حاضر نشوید که قرآن را به دیگران یاد بدهید، تو خدا طلب نیستی. تو دوست نداری که دین خدا و کلام خدا به همه مردم برسد. انحصاری کردید، فقط تو مغز خودت قفلش کردید. تو ظالمید. وقتی کسی انس با کلام خدا میگیرد، اگر واقعا خداجوست باید این انس رو به دیگران منتقل کند. الذین جاهدوا فینا، کسانی که در راه رسیدن به ما و رضای ما قبول زحمت کردند. جهد یعنی بذل وسع، اون چیزی که در توانته. آیا ما در راه رسیدن به خدا قبول زحمت کردیم؟ ما جوان داریم که از اینجا پشت قایق می نشینه، پشت موتور جفت 200 با سرعت سرسام‌آور. تصور بکنید 2 تا موتور 200 یک قایق کوچک با بنزین، نتیجهش چی میشه؟ آتش با بنزین و قایق کوچک، 2 تا موتور 200 تو شبهایی که موجه و هوا تاریکه و گشت به دریا نمی رود چون دریا موج و طوفانی است. جوان با چه سرعتی می رود به اون طرف آب و برمیگردد. این زحمت هست یا نیست؟ تو روز گرم تابستانی اصلا برو زمینهای فوتبال همه شورت پاشونه، تو این گرم رو زمین خاکی خیس عرقن 3 ساعت میدون آخ نمیگن دنبال یک توپ پلاستیکی. این قبول زحمت هست یا نیست؟ ولی تو کلاس قرآن و احکام و حدیث و عقیده، تو اتاقی و تو مسجدی که کلرم روشنه، آب سرکنم کنارشونه، آب خنکم هست، رو فرشم نشسته، وضو هم گرفته، دستمال کلیکس هم کنارشه، هر 10 دقیقه خودش رو به این طرف و اون طرف میکنه، هی وسوسه میشه که بلند بشه. من خسته شدم. 2 ماه تابستون هم نمیگذارن ما نفس راحتی بکشیم، استراحت بکنیم. کدوم استراحت صحبت ازش میکنید؟ جوان هست که موتور رو برعکس تک چرخ میکنه، 200 متر 300 متر. قدرت هست، هنر هست. SMS هایی که رد و بدل میشه. جوان چقدر فکر میکنه که یک مسیج و یک جوک درست بکنه. این فکر 5 ساعت فکر میکنه که 4 تا مسیج درست بکنه بفرسته، مردم بخندن. توان هست، هنر هست، فکر هست،